نزدیکان یک سوکن نویه 5 ادعا دارند که کمیساری حربی نویه مذکور پسر نوبالغشان را لطکوب کرده است. نوبالغ در حالت وزنین در بیمارخانه قرار دارد. به گفته نزدیکان لطکوب نوبالغ انگاموف سنت در پی ابلاغ از جانب کمیساری حربی نویه 5 رحمان زاده در اتاق کاریش رخ داده است. تقوی جبر دیدن نعمت الله بابازاده در صحبت تلفنی به فراش گفت از دیروز باز در بیمارخانه هستند. جیانم پس از درس در یک نقطه شستشوی نقلیاتی ماشینشویی میکرد. بگوی 24 اپریل کمیساری حربی نویه 5 رحمانزاده فطرت جیان نوبالغم را که سال تولدش 2006 است طریق مجبوری به کمیساریت حربی برده در اتاق کاریش چنان زد است که مینه سرش بیجا شده، پرده های گوشهایش دریدند. از آن روز تا حال در وزنین خانه قرار دارد. از پروکراتور گرنیزون ولایت بیانات های همه اشتراکداران را گرفتند، اما اکسپرتیز سودی تا حال شناسبازی کرده خلاصه نداده است. خود کمیسر تا حال یگان مرتبه از حالش خبر نگرفته است، گفت بابازاده. سردکتر بیمارخانه مرکزی نویه 5 محمدی سمیف در تماس تلفنی وجود چنین بیمار در بیمارخانه را تصدیق و رد نکرد، اما گفت بیمار وزنین ندارند و تنها از نزدیک میتواند صحبت کند. نظر کمیساری حربی نویه 5 رحمانزاده فطرت به شکایت مذکور معلوم نیست. با یک زنگ تلفنی از کمیساریت حربی گفتند که از قضیه بیخبرند و خود کمیسر به دوشنبه رفته است. ادعای لطکوب شدن نوبالغ در نویه 5 از جانب کمیساری حربی در حالی است که چند روز قبل نوار تحقیر و لطکوب چند نوزکر در یک قسم حربی در ولایت سوخت به شبکه‌های اجتماعی رو یافت و جامعه را نگران کرد. مقامات پروکراتور اطلاع دادند که در پی حادثه مذکور 5 سرباز و نوزد لزوریف سردار کمانداتور یکم وارخ قسم نظامی وابسته به نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی را بازداشت کردند.